جون شما چند ساله؟ 28 ساله. 28 ساله؟ چند سال چی پخته میچینید؟ 15 سال شد. شما از کودکیتون پخته میچینید؟ نه. از اون جوانیتون؟ نه همون 13 ساله 15 ساله که خواهد پس آچم پیش آچم قطع رفته شنده سر کدگینده. نصیبه جون همین کاری چابق این چیزا رو میکردید عادتا برای شما پول نمیدادن؟ گفتید پول نمیدادن نه؟ بعد حوزی چی؟ حوزی پخته رو میچینید؟ حوزی پخته چه قبیچینین پوش هم تا تیزه میده خودش سه روزه میده. یعنی که پول تو نمیگیرید سر وقت؟ این پول برای چی صرف میکنید؟ شما با خشتمانتون پول میتید؟ با روی کودکاتون میتید؟ نه خشتمانم چی نمیکنه پول ما چی کار نداره. در روز چند کیلو چی کنی چی با سر کنی کدن گرفته کودکام به سر میکنم خودم لباس میگیرم زمستانه تابستانه. درست. در روز چند کیلو پخته میچینی؟ 70 80. در یک موسمی پخته چینی چند سومون کار میکنی؟ 700 سامان 600 سامان میگیریم ده. امسال چقدر پلانای خودت چقدر باید گیری؟ 700 سامان گرفتن چی پلانان دارم. حرکت کرده استم پخته بسیار چینی کرده یک روز ده 90 100 کردن حرکت کرده استم. یعنی میگو که 700 سومون گیری؟ با پایه میگیری؟ پایه میگیریم چقدر چی چابق شکنم برای همه پایه میگیریم. اپیش از دخون شما در روز چند کیلو پخته میچینید؟ 100 کیلو. خودتون تنها؟ کودکاتون پخته میارید که یاردم کنن؟ چند نفر از خونه تو پخته میچینن؟ 2 شما چند سال سابقه کاری در صحرا دارید؟ یه چیزی رو بود که سینه کم برای من بوده. ایده 20 سال دیگر ده 20 سال. السلام اپا. برای کار. میبخشید نام شما کیه؟ خیرنیسا. اپا خیرنیسا شما چند سال در پخته کار میکنید؟ 20 سال دیگر. 20 سال گذشت. پختتون چه خیلی خوبه؟ چی میخرید برای روزگارتون از این پول؟ برای چی میرسد؟ مثلا شما میتوانید که یک ساله خوراکت رو تامین کنید؟ خلوغه میگیرم، لباس میگیرم بچه‌ها، ارد میگیرم مکتب میتیم. بیتی خرابتر، اکنه خرابتر. شما پخته میچینید؟ آتون ما؟ سفرگل. آتون ما دختر جون؟ آی بچه. آی بچه؟